من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. سوره مبارکه حجر هست و مناسبت این سوره با سوره های گذشته ابتداءً ما از سوره هود و از سوره یوسف تا اینجا خواندیم که موضوع توحید با دلائل عقلی و نقلی مبرهن شد، روشن شد، به قدری که مسئله بدیهی شد، نیاز به دلیل ندارد. اما در سوره رعد تنبیهات و تذکرات و توضیحاتی بود. در سوره ابراهیم وقائع دنیوی و اخروی بیان شدند. لذا با توجه به این همه توضیحات، تنبیهات، بیان وقائع، دلائل عقلی، نقلی، هیچ خفایی تو مسئله نماند. الان در سوره هجر میخوانیم که تسلیم بشید، با توجه به این عقبه تسلیم بشید و الا پشیمان میشید. خیلی ها بودند که رفتند به اون دنیا پشیمان شدند، شما هم مثل اونها میشید. لذا بهترین چیز برای شما تسلیم شدن است در مقابل حق و اهل حق. در سوره مبارکه هجر دو تا دلیل عقلی ذکر میشن، یکی مفصل یکی مختصر. 5 نمونه تخویف دنیوی هست. 3 تا مال اقوام گذشته هست و 2 تا دیگه مربوط به کفار مکه هست. 5 تا تسلی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در این سوره بیان میشه. الله می فرماد الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. تمهید مع الترغیب هست. تلك آیات الكتاب، این آیات کتاب هستند و آیات قرآن مبین هستند. ببینید کتاب هر وقتی که در اول سوره ذکر میشه، مراد از کتاب یا همون سوره هست یا کل قرآن است.
هذا کتاب انزلناه مبارک. پس در ابتدای سوره وقتی که بیاد مراد خود همون سوره هست یا کل قرآن است. در وسط سوره وقتی که بیاد بیشتر از مراد از کتاب‌های گذشته یا تورات، انجیل، با توجه به قرینه و به سیاق یکی از کتاب‌های گذشته یا کتاب‌های گذشته هستند. پس در اول سوره ها وقتی که میاد خود اون سوره مراد است یا کتاب، الا این یکی. چرا؟ چون که اینجا بعد از کتاب قرآن ذکر شده. قرآن که ذکر شده مفسرین میگویند مراد از کتاب اینجا کتب سابقه هست. بله. قال مجاهد و قتاده الكتاب هنا ما نزل من الكتب قبل القرآن. روح المانی مراد از کتاب اینجا اون کتاب هایی که قبل از قرآن نازل شدن. تلک آیات الكتاب در واقع دلیل نقلی هست از کتب سابقه، یعنی آیات کتب سابقه و آیات قرآن مثل همند، همین مطالب را دارند. الله می فرماید تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. این آیات کتاب های سابقه و همچنین آیات قرآن مبین، قرآن روشن هست. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. این مدعای سوره هست، مدعا این است. ربما یعنی چه بسا دوست دارند کسانی که کفر کردند، لو کانوا مسلمین، کاش مسلمان بودند. یعنی یود الذین کفروا بنسب به وقت عذاب. چه بسا کفار وقتی که عذاب آمد، عذاب وقتی که اونها را میگیرد، اون وقت تمنا میکنند کاش مسلمان. پس مدعای سوره همین است که خدا میفرماید با توجه به این دلائل خفای نماند، بپذیرید، تسلیم بشید، و الا مثل اینها پشیمان میشید. پس به پشیمانی نرسید، قبل از اون تسلیم بشید. الله می فرماید چه بسا دوست دارن کسانی که کفر کردند، لو کانوا مسلمین، کاش در دنیا مسلمان بودند. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. زجر و توبیخ است. الله به پیغمبرش میگه ذرهم، آنان را بذار، یأکلوا بخورند، و یتمتعوا و بهره بگیرند، و یلههم الامل فسوف یعلمون. آنها را چه چیزی غافل کرد؟ آمال، تمناها و آرزوهای طولانی. این باعث شد که از دین خدا، از آخرت غافل بشن. فسوف یعلمون، ان قریب میدانند. و ما اهلکنا من قریة الا ولها کتاب معلوم. خداوند عزوجل حکمت امهال را بیان می کند، حکمت مهلت دادن به اقوام را بیان می فرماید. الله می فرماید که و ما اهلکنا من قریة، هیچ قریه‌ای را ما هلاک نکردیم، الا ولها کتاب معلوم، مگر برای او کتاب مشخص است، یعنی مدت مشخص، مدتش که مکتوب هست، نوشته شده هست. اینجا علامه ابن کثیر نوشته یخبر الله تعالی انه ما اهلک قریة الا بعد قیام الحجه. اولا خداوند خبر میده که هر قریه و شهری را که هلاک کرده، هلاک نکرده مگر بعد از اینکه حجت قائم شد، یعنی دلیل برای عذابشون وجود داشت. قیام الحجة علیها و انتهاء اجلها، اجل و مدتش هم به پایان رسید.
و این نکته را الله اینجا بیان می‌فرماید که و انه لا یؤخر امه حان هلاکها عن میقاتهم، هیچ امتی مؤخر نمیشه اونی که وقت هلاکتش فرا رسیده، اونی که وقت هلاکتش فرا رسیده اون از وقتش مؤخر نمیشه، ولا یتقدمون عن مدتهم، از مدتشون مقدم هم نمیشن. ابن کثیر این در واقع بازم ابن کثیر میگه این تذکری هست برای اهل مکه و در واقع به اونها تلنگری هست که اونها را خدای عزوجل هم از ریشه میکنه، بر میداره وقتی که مدت فرا برسد، نباید مغرور باشند. و هذا تنبیه لأهل مکه و ارشاد لهم الى الاقلاع عما هم علیه من الشرک والعناد. به اهل مکه در واقع ارشاد و راهنمایی هست که راه شرک، راه کفر، راه عناد، راه الحاد، این را خدای عزوجل این شرک را آخر قلع می فرماید، ریشه کن می کند. والالحاد الذي يستحقون به الهلاك، اون الحادی که به سبب اون الحاد و کجروی مستحق هلاکت هستند. اذا الله می فرماید ما تسبق من امة اجلها و ما یستأخرون، این بیان سنت الله است که هر قومی مدتی دارد، اون مدتش ما تسبق من امة اجلها، سبقت نمی کند از هیچ امتی، از هیچ گروه مدتش، یعنی مدتش قبل از خودش نمیاد، قبل از اون که تعیین شده نمیاد. و ما یستأخرون، از اون که تعیین شده تأخیر هم نمیشه. با وجود این مشرکین مکه متذکر نمی شدن به رسول مکرم صلی الله علیه و سلم چه توهین هایی، چه بی ادبی هایی می کردند. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که بر او ذکر نازل شده، انک لمجنون، بلا نسبت می گفتن تو مجنون هستی، تو دیوانه هستی. این زجر توبیخ بر اون قولشان. و دیگه از به پیغمبر می گفتن اگر راست میگی لو ما تأتینا بالملائکه، چرا ملائکه را برای ما نمی آوری، ان کنت من الصادقین، اگر صادق هستی. خداوند عزوجل در پاسخ می فرماید که ملائکه که بیان برای فیصله میاند، برای تبلیغ نمیاند، برای بیان توحید نمیاند، میآیند فیصله میکنند. فیصله شون چیه؟ فیصله ملائکه عذاب است. ملائکه که بیان دیگه تمامه، پس اینها انتظار ملائکه داشته نباشند. الله می فرماید ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما نازل نمی کنیم، ما فرو نمی فرستیم ملائکه را الا بالحق، مگر به حق، یعنی برای فیصله. قرطبی گفته یعنی لو تنزلت الملائکه تشهد لك، اگر ملائکه بیاند و گواهی بدهند برای تو که پیغمبر خدا هستی، فکفروا بعد ذلك، بعد از اون اینا باز هم کفر بکنند، لم ینظروا، مهلت داده نمی شود، دیگه مهلتی برای اونها نخواهد بود. و ما کانوا اذا منظرین، معنیش همینه، در اون هنگام از منظرین مهلت داده شدگان نیستند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ترغیب الى القرآن، همه چیز را ما در قرآن بیان کردیم، ما نازل کردیم این ذکر را، این پند را، این اندرز را، یعنی قرآن، و ما هم محافظش هستیم، ما هم این را از هر دستبرد حفاظت میکنیم. ولقد ارسلنا من قبلك في شیع الاولین، حال تخویف دنیوی و تسلی برای رسول الله. شما اولین پیغمبر نیستید که تکذیب میشوید، اینا هم اولین قوم نیستن که تمرد میکنند، قبل از شما پیغمبران بودند، قبل از اینها ملت ها بودند
ببینید با پیغمبرانشان چی کردن، نتیجه چی شد. لذا جای نگرانی نیست. ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع الاولین، همانا ما فرستادیم قبل از شما در گروه های گذشته، در گروه های اولین، در جماعت های اولین. و ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون، هیچ رسول پیششان نمی آمد مگر او را استهزا می کردند، او را مسخره می کردند. كذلك نسلكه فی قلوب المجرمین، این گونه ما داخل می کنیم آن را در قلوب مجرمان. آن را یعنی چی را؟ استهزا را. خدا که بخواد قومی را عذاب بده اول در دلشان استهزا را داخل می کند، اونها بعد بر اون چی که در دلشان هست عملی می کنند، یعنی مسخره می کنند، تمسخر می کنند، بعدا خدا عذاب میاره. لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین. وقتی که استهزا را داخل بکنیم نتیجه این میشه که دیگه ایمان نمی آورند به توحید خدا. وقد خلت سنت الاولین، روش پیشینیان گذشته، یعنی نتیجه تخویف دنیوی، نمونه ها گذشته. سنت الاولین یعنی مضت طریقتهم، طریقه اونها گذشته. التي سنها الله فی اهلاکهم، همونی که خداوند در هلاکت اونها روشی گذاشته. حین کذبوا رسله، وقتی که رسول خدا را تکذیب کردند، خدا چیکار کرد با اونها؟ این سنت قبلا گذشته. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله تعالی عناد این قوم را بیان می فرماید، ضد و عناد این قوم، که اینها اگر ما دری برایشون باز کنیم، دری از آسمان، اینها پرواز کنند بروند به طرف آسمان، خب اونجا همه چیز را میبینند، باز هم قبول نمی کنند، میگویند انما سکرت ابصارنا، ما چشمبند شدیم. بل نحن مسحورون، نه بلکه جادو شدیم. ببین چشمبند هم جادو هست، سحر هم جادو هست، اما یکی ضعیفه یکی قویه. بعضی وقتها کسی مردم را چشمبند می کند، یعنی اثرات جادو فقط در چشمها هست، انسان برعکس می بیند، ریسمان را مار می بیند. این چیه؟ این جادوی ضعیفتر است. گاهی وقتی که جادو خیلی اثر بکند، جادوگر خیلی قوی و ماهر باشد، چنان جادو میکند که بر قلب هم اثر بکند، بر فهم انسان، بر درک انسان هم چی میکند؟ اثر میکند. بعداً از چشمبند اونجا هم برعکس میبیند دیگه، ولی در دل همه چیز تغییر میکند، همه چیز برعکس میشود. لذا الله می فرماید ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر بر آنها باز کنیم، بگشاییم دری از آسمان، فظلوا فیه یعرجون، پس بگردند اینها در آن عروج کنند، به آسمان بروند، لقالوا انما سکرت ابصارنا، میگویند ما چشم بند شدیم، یعنی سکرت ابصارنا، اغشیت ابصارنا، چشمای ما در غشاوه هست، در پرده قرار گرفته. بل نحن قوم مسحورون، بلکه ما قومی هستیم مسحورون. نه چشم بند نه، بلکه بیشتر از آن، مسحورون یعنی در عقل و فهم ما اثر گذاشت جادو. مراد از مسحورون تأثیر جادو بر عقل و فهم است. علامه اندلسی در بحر المحیط نوشته و یجیء قوله بل نحن قوم مسحورون،
معنای این قول و این قول به این معنا می آید، این که میگویم بل نحن مسحورون یعنی انتقالا الى درجه عظمى من سحر العقل، یعنی از یک درجه جادو به یک درجه بزرگتر، از جادوی چشم به جادوی عقل الى درجه عظمى من سحر العقل. پس اونا اینطور هستند. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الان دلیل عقلی تفصیلی از اینجا شروع میشه. الله عزوجل گفتیم در این سوره دو تا دلیل هستند، یکی عقلی تفصیلی، یکی اجمالی. الله می فرماید ولقد جعلنا في السماء بروجا، همانا ما قرار دادیم در آسمان برج هایی. ما بروج را قبلا در سوره والسماء ذات البروج دو معنا کردیم، یکی اینکه برج به معنی الکواکب العظام، کواکب عظام و سیاره ها را برج میگویند، و بعضی میگن منظور از برج منازل ماه و خورشید هست، منازلی که ماه خورشید هر ماه اونجا چی میکنن؟ قرار میگیرن، اونها برج ها هستند. ما در آسمان برج های قرار دادیم، اما معلوم میشه که اینجا دومی هست، یعنی اولی ستاره ها. و زیناها للناظرین، آن را مزین کردیم، آراسته کردیم برای بینندگان، برای تماشاچیان. و حفظناها من كل شیطان رجیم، ما حفاظت کردیم شیطان را، آسمان را از هر شیطان رانده شده. شیاطین قبلا از آسمان اخبار می گرفتن، الان از اخبارشون بنده، وقتی که برند اونا را چکار می کنند؟ می زنند. الا من استرق السمع، الا بمعنی لکن هست، لکن اون شیطانی که استراق سمع بکند، یعنی دزدکی بخواهد چیزی گوش کند، فاتبعه شهاب مبین، او را دنبال می کند، او را تعقیب می کند. شهابی، شهاب آشکار، شهاب ثاقب، شهاب مبین، یعنی اون جرقه و اون آتشی که از ستاره خارج میشه. والارض مددناها والقینا فیها رواسی، الله می فرماید زمین را ما فرش کردیم، و القینا فیها، و انداختیم در آن زمین رواسی، میخهای کوها را، و انبتنا فیها من کل شیء موزون، و رویاندیم در این زمین از هر چیز موزون برابر، یعنی مقدار معینی از هر چیز. و جعلنا لکم فیها معایش، برای شما در زمین اسباب عیش، اسباب زندگی، مأکولات، مشروبات، ملبوسات، هم هرچی می خورید، هم می نوشید، هم می پوشید، همه را در همین زمین برای شما برنامه ریزی کردیم. شما به خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی های ما توجه بکنید، همه از زمین هستند. و من لستم له برازقین، هم عیش و رزق شما را و هم اونایی که شما اونها را رزق نمیدید، ما به اونها رزق میدیم. و این من شیء الا عندنا خزائنه، الله میفرماید هیچ چیزی نیست مگر نزد ما خزائنش هست. خزائنه عندنا یعنی فی حکمنا و تصرفنا، خزانه هر چیز نزد ماست، در اختیار ماست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما هم خزائن را، رزق و روزی را نازل نمی کنیم، فرود نمی آوریم مگر به اندازه معین. خدا از حد بیشتر نمیاره. ولو بسط الله الرزق لبغوا فی الارض، اگر خدا فراخ می کرد همه مردم سرکشی می کردن به اندازه. و ارسلنا الرياح، اینا همه دلایل مفصل هستند. و ارسلنا الرياح، ما بادها را فرستادیم که لواقع،
باردار. لاقحه اونی که باردار باشد، حامله باشد. منظور بادها ابرهای حامله را، ابرهایی که پر از آب هستند، اونها را حمل می کنند. فانزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آب نازل کردیم. فاسقیناکموه، ما شما را آب دادیم به وسیله امان. و ما انتم له بخازنین، شما نیستید بخازنین. خازن منظور جمع کننده هست، ولی هدف اینه که این آب را تولید کنید، این آب را شما استخراج کنید، شما بیارید آب را شما نمیتونید. ما هستیم خازن این آب، یعنی این آب را از خزانه غیب برای شما فراهم میکنیم. و انا لنحن نحیی و نمیت، ما هستیم که زنده میکنیم میمیرانیم. و نحن الوارثون، ما هم وارث زمین، شما همه میمیرید ما میمانیم. پس اینا همه دلایل میطلبد که انسان این ذات را به راستی پرستش کند. و انا لنحن نحیی و نمیت، نه مخلوقی دیگر. ما هستیم که نحیی زنده می کنیم و نمیت میمیرانیم. و نحن الوارثون، و ما هستیم وارث، شما بقیه میمیرید. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین، تمام گذشتگان را، تمام آیندگان را هم ما میدانیم. مستقدمین یعنی کنایه از جمع مستأخرین، هر دو کنایه از جمیع ما کان و ما یکون، هرچه گذشته هرچه در آینده خواهد آمد همه را الله میفرماید ما میدانیم. و ان ربک هو یحشرهم، همان پروردگار تو همه را جمع میکند، همه را جمع میکند. اونایی که انکار بکنن توحید را، اونایی که انکار نکنن. انه حکیم علیم، بدون شک ذات الله حکیم هست، در کارهایش حکمت و تدبیر است. علیم، دانا هست، از همه چیز خبر دارد. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، خدای عزوجل یادآوری می کند خلق انسان را، پیدایش انسان را، و اینکه انسان مورد تکریم و مورد احترام ملائکه قرار گرفت، اما ابلیس عداوت و دشمنی را با انسان آغاز کرد و چگونه دشمنی خودش را ابلیس نشان میدهد و پیاده می کند. خب این یادآور یک تاریخی هست. هدف از یادآوری این تاریخ که تاریخ ما انسان ها هست، نشان دادن دشمن اصلی هست که از این تاریخ معلوم میشه که دشمن آبایی و اجدادی ما، دشمن قسم خورده و سوگند خورده ما ابلیس است. لذا باید از او فاصله گرفت، باش دشمنی کرد نه دوستی، باش عداوت کرد نه محبت. این آیات و شبیه این آیات چند بار خوانده شدند، باز هم خوانده میشن، اینا تذکرند. الله می فرماید ولقد خلقنا الانسان، همانا ما آفریدیم انسان را، من صلصال، از گل خشک، سفال مانند، من حمأ مسنون، از گل سیاه. ببینید اینها با هم تعارض ندارن. انسان که آفریده شد از گلی که این گل مدتی تو آب بماند سیاه میشه، اما در اون استعداد حیات پیدا میشه. معمولا نمیخوام بحث طبیعیش را بکنم، ولی الله عزوجل که انسان را آفریده هم ضمن اینکه با کلمه کن آفریده، اما اسباب را الله عزوجل در نظر گرفته. همیشه شما ببینید جایی که خاک باشد و آب باشد و نم باشد، اونجا آثار حیات است. از اونجا چیزهای مختلفی
درست میشه، زنده میشه. لذا الله تعالی در اون گل سیاه را که مدتها در آب مانده، بعدا از اون انسان را اون گل که خشک بشه مثل سفال بشه، از اون الله انسان را آفرید. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، جنات را آفریدیم قبل از آن، من قبل و قبل از پیدایش انسان، من نار السموم، از آتش سوزان. سموم آتش شدید را میگند، ای نار الحر الشدید النافذ فی المسام، اون آتشی که شدید باشد، شعله اش زیاد باشد، در مسام و در تمام سوراخ‌ها نفوذ کند. ابو سعود: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ، زمانی که رب به ملائکه گفت ای ملائکه انی خالق بشرا، من آفریننده بشری هستم، من صلصال، از گل خشک، من حمأ مسنون، از گل بدبو. مسنون همون که بو گرفته، گل سیاهی که بو گرفته. فاذا سویته و نفخت فیه، زمانی که من اون انسان را برابر کردم، یعنی اعضایش را درست کردم، و نفخت فیه، در آن دمیدم، من روحی، از روح خودم. این اضافت تخلیقی هست، یعنی روحی که من خالقش هستم. روح یک ماده لطیف هست، ماده بسیار لطیف که دیده نمیشه، محسوس نمیشه، اما سبب حیات و سبب زندگی میشه. این روح را الله تعالی هر جا حقیقت روح را بیان نکرده، این روح را الله هر جا تعریف کرده و نسبت به خودش داده، من روحی. این اضافت هم اضافت تخلیقی هست که الله عزوجل او را آفریده، هم یک بیانگر یک نسبت دیگری هم هست. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر رب بیانگر یک حقیقتی است که یعنی حقیقت این را کسی نمیداند. فقعوا له ساجدین، وقتی که روح دمیدم، زنده اش کردم، همه بیفتید سجده کنندگان برای آدم. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس، ملائکه همه سجده کردند، اجمعون. ببین تاکید بر تاکید، کلهم تاکید اول، اجمعون تاکید دوم. بس روی این آیه بعضی مفسران میگن هیچ ملکی بدون سجده نماند الا ابلیس. ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کرد از اینکه با ساجدین باشد. خب ابلیس از ملائکه نبود، جنات بود، دستور جداگانه یافت و به سبب تقرب با ملائکه همراهی میکرد و همراه بود. ابلیس جواب داد قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، من سجده نمی کنم برای بشری که شما آن را آفریدید از گل خشک، من حمأ مسنون، و بعد از گل متعفن، گل بدبودار سیاه. این استکبار بود، تکبر بود. نتیجه استکبار را ببین، قال فاخرج منها فانك رجیم، خارج باش از این بهشت، از آسمان ها، از بهشت خارج شو. فانك رجیم، این علت است چون که تو رانده شده هستی. و ان علیک اللعنة الى یوم الدین، همانا بر تو لعنت یعنی دوری از رحمت تا روز جزا. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، مطالبه امهال، بار الها مرا مهلت بده تا روزی که مردم یبعثون، تا روزی که همه از قبرها بعث میشن، بعث بعد الموت. قال فانك من المنظرین، همانا تو از مهلت داده شدگان هستی، اما الى یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت معلوم. هدف ابلیس این بود که موت نیاد،
خدا فرمو الى یوم الوقت، و معلوم یعنی الى النفخه الاولا، تا اون روزی که سور دمیده میشه و همه میمیرند، تو هم جز اون مرده شدگان خواهی بود. قال رب بما اغویتنی، گفت بار الها به سبب آنکه مرا گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، برای آنان آراسته میکنم در زمین. چرا آراسته میکنم؟ بنویسی المعاصی. المعاصی که بنویسی کلی هست، همه را شامل میشه، شرک را شامل میشه، کفر را شامل میشه، بقیه گناهان، خرافات، همه را شامل میشه. من برای آنان معاصی را، گناهان را آراسته میکنم که میلشون به طرف گناه باشد. ولا اغوینهم اجمعین، این نتیجه تزیین است. گمراه میکنم همگی را، الا عبادك منهم المخلصین، مگر بندگان تو اونهایی که از اینها باشن. المخلصین، مخلص به صیغه اسم مفعول یعنی برگزیدگان، برگزیده شدگان، اونهایی که تو اونها را گلچین کردی، برگزیدی، اونها را من نمیتوانم. الله میفرماید قال هذا صراط علی مستقیم، این راه است که بر من مستقیم میآید، یعنی راه توحید. ان عبادی لیس لك علیهم سلطان، همانا بندگان من تو بر آنها هیچ تسلطی نداری، تو نمیتوانی اونها را اغوا کنی، گمراه کنی. الا من اتبعك من الغاوی، مگر اون گمراهانی که تو را پیروی کنن. من اتبعك من الغاوی، تخویف اخروی به نتیجه اتباع، در نتیجه کسی که اتباع میکند از شیطان، الله برای اون تخویف اخروی بیان میفرماید. الله میفرماید و ان جهنم لموعدهم اجمعین، همانا جهنم موعد همگی آنهاست، همه کسانی که از تو تبعیت میکنند. لها 7 ابواب، کیفیت جهنم، برای جهنم 7 در هست. لكل باب منهم جزء مقسوم، برای هر یکی از آنها، اینهایی که تو را تبعیت میکنن، بخشی هست تقسیم شده. یعنی چه؟ یعنی از هر باب اینها سهم دارن وقتی که گناه بکنن، انواع گناهان. اما در مقابل مقسوم یعنی تقسیم شده، در مقابل این مشرکین، این جهنمی ها، بشارت برای متقیان. منظور از متقین عن الكفر والشرك والمعاصی. ان المتقین فی جنات وعیون، همانا متقیان در بهشت هستند، در باغات هستند، و عیون، در چشمزارها هستند. ادخلوها بسلام آمنین، یقال لهم، به آنان گفته میشه ادخلوها، وارد آن بهشت بشید، بسلام آمنین، با سلامتی و ایمان. آمنین فی الاستقبال، در آینده هم ایمان هستید. بسلام فی الحال بنویس، آمنین فی الاستقبال، یعنی در حال حاضر هم ایمانی، در آینده هم ایمان هستی، در حال حاضر در سلامتی. خب قبل از دخول بهشت بسیاری مردم در دنیا با هم جنگ و مرافع داشتند، با هم درگیری داشتند، کینه‌توزی داشتند. الله میفرماید اینا که اهل بهشت باشند، قبل از ورود به بهشت همه کینه ها را و همه عقده ها را ما خارج میکنیم. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، در می آوریم آنچه که در سینه هایشان هست، من غل، از خفگی نسبت به هم دیگه، که هر نوع غل و هر نوع خفگی دارند. اخوانا، در حالی که برادرند. علی سرر متقابلین، بر تختهای روبروی هم قرار گرفته. لا یمسهم فیها نصب، نمی رسد به آنها در آن بهشت نصب، خستگی. و ما هم منها بمخرجین، آنها از بهشت اخراج نمی شوند، بیرون کرده نمی شوند. الله بر این وعده تأکید می کند با چه کلمات شیرینی. نبئ عبادی،
ای رسول الله خبر بده به بندگان من انی انا الغفور الرحیم، خبر بده که من غفور الرحیم هستم، من بخشاینده و مهربان هستم برای کسانی که توبه میکنن از شرک، میترسن از معاصی. اما و ان عذابی هو العذاب الالیم، اما عذاب من، گرفت و مؤاخذه من عذاب دردناکی هست. اونهایی که تمرد میکنند، اونهایی که سرکشی و شرک میکنند، آنها در عذاب دردناک گرفتار میشوند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل